دوم و امرأة باتت و زوجها علیها غضبان. دومش لعنت خدا باد بر همان زنی که شوهر از وی راضی نیست، بر زنی که شوهر با او قهری است، با زنی که شوهر بالای او غضب دارد. لعنت خدا باد بر این گونه زنها. خواهرای عزیز، اونقدر دنیای دراز نداریم، اونقدر عمر طولانی هم نداریم. فردا به خدا قسم همون زن در پیش شوهر حاضر میکنند و از شوهر میپرسند از همین زن راضی هستی یا نیستی. وای به حال اون زنی که این شوهر گوید که من از این زن راضی نیستم. این زن از همان زنایی بود که در دنیا مرا به همه پستی ها کشیدگی بود. این همان زنی هست که حتی در دنیا از حساب بدگویی و زبان درازی و بدفعلی این من نمازی به حضور دل نخواندگیم. این همان زن بدبختی هست که من از حساب جنجال های این بار جماعت هم حاضر شدن نتانستم. اگر این سخن از زبان شوهر تو صدا دهد، وای به حالت که تو سگ از سگهای دوزخ میگردی. رسول اکرم گفتن لعنت بر این زن باد، لعنت خدا بر این زن باد. سوم کی هست؟ سوم طایفه بدبختی که در این گروه بدبختا داخل می شود، این کی هست؟ من سمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح ثم لم یجیب. کسی که در محلش مسجد است، کسی که در نزدیکیش مسجد است، کسی که از بالای مسجد آواز اذان به خانش می رود، بازم این آواز اذان قبول ندارد، دعوت مؤذن قبول ندارد، این هم در لعنت خدا گرفتار است. امروز ما و شما بعضی ها من سبب میکنیم که مسجد کمی دور است. من شما را به خدا قسم میتونم اگر معرکه نان باشد همت حاضر میشید، اگر معرکه دادن یاردن باشد همت حاضر میشید. اگر 2 کیلومتر 3 کیلومتر دور اگر گویند در همونجا 5 کیلویی آرد داده میشود همت میری. نمیگین راهی دور است. ببینید شما مصیبت دین از مصیبت دنیا پس کردگی کار کنین. برادرای عزیز، پدرای مهربان، به همه شما مراجعت میکنم از نماز با جماعت دور نباشید.